توحید آیات عظام. بینندگان محترم، همینک کلیپی را از کانال سلام 2 مشاهده خواهید نمود که در آن آیت الله سید جعفر سیدان عقیده وحدت وجود یا اتحاد را که همانا کفر محض می باشد تأیید و تقریر می نماید. یک وجود است که صورت زمین یک صورت از صورت اوست، صورت آسمان وجودی صورتی از صور این وجود است. ایشان می‌فرماید که این ابن عربی ابن الشرک لظلم عظیم، یعنی لجهل عظیم. بینندگان گرامی، ابن عربی که از جمله اقطاب و بزرگان منحرف عرفان و تصوف می باشد، بیش از 50 عالم برجسته اهل سنت از جمله ابن حجر عسقلانی، ملا علی قاری، تقی الدین سبکی، جلال الدین سیوطی، شیخ الاسلام ابن تیمیه، شرف الدین مالکی و غیره به خاطر مبانی کفری او وی را تکفیر نمودند. ما به طور مثال چند نمونه از عقاید کفری و انحرافی ابن عربی را خدمت شما بینندگان عزیز عرض می‌کنیم تا ثابت شود که آخوندهای شیعه چنین افراد منحرفی را قطب خویش قرار داده و به سخنان کفرآمیز و مزخرفشان استدلال می‌کنند. یکی از مهمترین عقاید انحرافی ابن عربی که مخالفت صریح با قرآن کریم نیز محسوب می‌شود، وحدت وجود یعنی یکی بودن پروردگار و بندگانش است. یعنی خالق را مخلوق و مخلوق را خالق می‌داند و میگوید هر کدام از پروردگار و بنده همدیگر را پرستش می‌کنند. چنان که میگوید فیحمدنی و احمده و یعبدنی و اعبده. او مرا ستایش کرده و من او را ستایش می‌کنم. او مرا عبادت کرده و من او را پرستش می‌کنم. 2. او در کتاب فصوص الحکم میگوید ان الرجل حینما یضاجع زوجته انما یضاجع الحق. وقتی مردی با همسرش جماع می‌کند با پروردگار خود همبستری کرده است. نعوذ بالله و تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا. 3. همچنین ابن عربی قائل و معتقد به وحدت ادیان بوده، یهودیت و مسیحیت و بتپرستی را همانند اسلام به عنوان دین حق معرفی کرده، در حالی که الله متعال او را تکذیب نموده و می‌فرماید ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. و کسی که غیر از اسلام آیینی را برگزیند از او پذیرفته نمی شود و در آخرت از جمله زیانکاران خواهد بود. ولی شما ببینید از تلویزیون مثل شبکه ولایت، مثل شبکه سامن، شبکه سلام 2، برای شما اینها اگر یک شعر قلوبی بخوان چیز کنن، ما پاسخگو هستیم عزیز من نسبت به اینها رسما دارم اعلام میکنم. یا شبکه ثقلین، شبکه المعارف، اینها که در رأس از روحانیون متدین و باسواد و فاضل هست، اینها اگر یک شعرهای اینطوری نقل کنن کارشون اشتباهه